امروز 24 آبان 1404 موزاییکای کف رنگشون رو از دست دادن. حالا میخوایم رنگش کنیم. ابتدا زمین رو تمیز میکنیم. حالا ما پمپ باد داریم، باد هم میگیریم، جارو هم میزنیم، خاک و ایناشو میگیریم تا برسیم به رنگ. خب اینجا رو تمیز کردیم. یه دونه ضد زنگ خریدیم، حالا شرکت زیاد مهم نیست، و بنزین. بریم ببینیم چیکار کنیم. خب ترکیب رنگ ما شد یه دونه رنگ، یه 4 لیتر بنزین. بریم ببینیم چی در اومد. رنگ رو که آماده کردیم، یه دونه هم از این جارو حالا بدون استفاده. خب موزاییکا رو احیا کردیم، اینطوری شد. اگه دقت کنین این طرفی که ما رنگ کردیمه، اون طرف که خیلی وقت ساره رنگ بهش نخورده. با یه ضد زنگ میتونید اقتصادی حیاتتون رو زیبا کنید.